الان دوستان میخوام بهتون یاد بدم که دوچرخه های دیسکی 26 24 اینایی که دیسک داره ترمزشون رو چجوری گیب کنی، محکم کنی. یعنی ابتدا آلن نیاز به آلن دارین. بعد میای این پیچ وسطی رو با آلن اول اگر که ترمز نگیری دیسکتون، یعنی ترمز دیسکتون صفر نیست. الان اینو باز کردم، محکم کنن ترمز گیب میشه. اینطوری محکم کنین که ترمزاتون محکم شد. دیسک جلو هم همینطوره. اگه اول باز میکنین، اگه بخواین که محکم کنی باید پیچو ببندین کامل، زیاد نبندین که دیسک گیر میکنه. اینجا جای داره، اینجا اگر کامل ببندین دیسک گیر میکنه، بعد راه نمیره، دوچرخه راه نمیره. باید اینو طوری میزان کنیم که دوچرخه هم بتونه راحت باشه، همین که دیسک گیر نکنه. اول این پیچا رو قبلش باید محکم کرده باشین، هر دوتا رو صفر محکم، بعد این رو میزان میکنین. کار همچنانی نداره، فقط محکم میکنین. سپاس از همراهیتون، لطفاً لایک کن.